میکالا مسیاکین یکی از سربازانی است که ماه اپریل هنگام اشغال شهر به دست نیروهای روسیه افتاده است. به سرم خلطه کشیدند. در اینجا به نیروی برق می‌ماندند، در آنجا می‌زدند. میکالا مسیاکین میگوید که او را در همین شفاخانه متروک نیمه ویرانه عذاب دادند. Подвешивали на что-то, я не знаю, наручники. Висел на наручниках, били палками. از دستانم با زولانه آویختند و با چوب زدند. با مشت و لگد با چوب می‌زدند. با سیگار و گوگردی سوخته بدنم را می‌سوزاندند. آثارش هست. تیر می‌انداختند. فرمان می‌دادند برقصیم. رقص نکردم، به پایم تیر زدند. Не танцевал. Прострелили ногу. ماه سپتامبر وقت ایزیوم را آزاد کردند، از یک گوری دست جمعی 440 جسد یافتند. دستان بعضی در پشت بسته و استخوان‌هایشان شکسته بود. مقامات اوکراین میگویند که در شهر ایزیوم 10 شکنجهگاه پیدا کردند. هر روز خویشاوندان یکی پیش ما میآیند و میگویند که یا رفیقشان یا اعضای عائله‌شان را سربازان روس شکنجه کردند. سرباز اوکراینی اندری کوتسر را نیروهای روسیه وقت اشغال شهر ایزیوم اسیر گرفتند. هیچگاه برویم نمی زدند. به گرده و جگر می زدند. به ستون محرم بسیار سخت می زدند. سعی می کردند که داغ و آثار ضربه نماند. نمیدانم چرا. کوتسر میگوید که او را رها کردند ولی به تکرار بازداشت میکردند و عذاب و شکنجه میدادند و در نهایت به کلیسا پناه برد. در این مکان من آرامش یافتم. راهبان به من امکان دادند زنده بمانم. اگر آنها نبودند شاید من زنده نبودم. آنها مرا نجات دادند. اندری کوتسر حالا با راهبان کار و زندگی و از این راه داغ‌های جسم و روانش را معالجه می‌کند.